آسان ترین راه ها عزیزان همیشه در نزدیک ترین فاصله ها قرار دارند. آیا میدونسته؟ اما ما اکثر وقت آنها را نادیده میگیریم. آسان ترین راه شناسایی یک سلام گرم و صمیمی است. آن میتواند آغاز دوستی دیرپای باشد. آسان ترین راه عذرخواهی تکرار نکردن اشتباه قبلی است، نه تنها گفتن. آسان ترین راه قدردانی یک تشکری ساده ولی از دل برآمده است که ارزش انسان را چند برابر میکند. آسان ترین راه رسیدن به هدف راه راست و بی فریب است. آسان ترین راه اظهار محبت به زبان آوردن آن است تا دلها به هم نزدیک شوند. آسان ترین راه پولکارکنی هنگام کار همیشه انصاف را رعایت کردن است. آسان ترین راه احترام دوری از مبالغه و خودنمایی است. آسان ترین راه جلب محبت خود نیز محبت و مهر نسبت به دیگران داشته باشید. آسان ترین راه مبارزه با مشکلات روبرو شدن با آنهاست، نگریختن. آسان ترین راه رسیدن به آرامی پاک و بی‌غرض زندگی کردن است. زندگی اینقدر ساده است اگر ما ساده، راست و صمیمی باشیم. با مرکز خیرات